مردها از چه مدل زنی خوششون میاد؟ خانم ها، توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که دقیقاً یک مرد واقعا ویژگی هایی که در یک زن به دنبالشون هست چه چیزهایی هستن و با هم دیگه بررسیشون بکنیم. صدرا سارمیان هستم. بریم بررسی کنیم ببینم مردها، ماها آقایون، دقیقاً در یک دختر به دنبال چی هستیم. شاید خیلی ها به عنوان یک خانم اینجا فکر بکنن خب مردها فقط مثلا چهره زیبا و اندام خوب رو میپسندن. بله، مردها به چهره زیبا و اندام خوب بسیار توجه میکنن و براشون اهمیت زیادی هم داره. اما اگر شما چهرت زیبا باشه، اندامت هم خوب باشه، ممکنه بتونی یک مرد رو برای مدتی به دست بیاری و خب دوستت داشته باشه، بهت ابراز علاقه بکنه. اما اگر میخوای یک مرد رو عاشق خودت بکنی، کاری بکنی یک مرد واقعا عمیقاً اصلا فکر این که بخواد با کس دیگه ای باشه رو هم در ذهنش اصلا بهش فکر نکنه، باید یک سری ویژگی های دیگه هم داشته باشی علاوه بر ویژگی های ظاهری. ویژگی ظاهری رو که شما خودتون دیگه استادید، میتونید روش کار بکنید. اگر نقصی ایرادی در چهرهتون دارید، اگر که اندامتون فرم خوبی نداره، ایدئال نیست، در سلامت نیستید، حداقل اضافه وزن دارید یا بیش از حد لاغر اندام هستید. الان یک سری ها ممکنه بیان بگن آدم هر طوری که هستش زیباه. اوکی، شما زیبایی اما سالم نیستی، سلامت نداری. زمانی که شما بیش از حد اضافه وزن داری، این حرفای خوشگل و قشنگ انگیزشی به هیچ دردی نمیخوره. شما اگر میخوای عمر طولانی داشته باشی، در سلامت باشی، وقتی شد 80 سالت بتونی قشنگ عین یک آدم سالم راه بری، عین یک آدم سالم از زندگی لذت ببری، نه اینکه دائم تو این بیمارستان باشی، باید تناسب اندام داشته باشی، باید به تغذیه اهمیت بدی. پس این حرف قشنگ انگیزشی و روانشناسی رو بنداز دور که میگن آدم هر طوری باشه خوبه. نه، آدم خوبه که در بهترین وضعیتی که میتونه خودش به دست بیاره باشه، برای رسیدن به بهترین نسخه خودش تلاش بکنه. پس اول از همه متوجه شدیم که خب ظاهر خوبه، اندام خوب هم خوبه، اما کافی نیست. برای اینکه شما بتونید یک مرد رو عاشق خودتون بکنید کافی نیست. میتونید شما با ظاهر و اندام خوب تمایلات جنسی یک مرد رو به سمت خودتون بکشونید، کاری بکنید که از نظر جنسی نسبت به شما حس داشته باشه، اما فقط تا همون زمانی که اون نیازش برآورده بشه دیگه بعدش به شما حسی نداره. اما زنی که از نظر یک مرد جذابه چه ویژگی هایی داره؟ خانم ها، من با دخترهای زیادی صحبت میکنم و میکنم که میکردم، یعنی قرار نیست که من 24 ساعت با همه صحبت بکنم. خدمتتون عارضم که چیزی که در زنها من بسیار کمیاب میبینمش اینه که توانایی صحبت کردن ندارن. یعنی شما 2 کلام باهاش صحبت میکنی یا تهش میخنده، در 99% مواقع اینطوریه، یا مثلا حرفی نداره برای گفتن، حتی از طرف خوشش میاد، دوست داره باش مکالمه رو ادامه بده اما نمیتونه صحبت بکنه. و این هم نقصی هستش در خانم‌ها در روابط اجتماعیشون. و این چطوری میتونید جای خالیش رو شما پر بکنید؟ با کسب اطلاعات، با کسب دانش، با کسب یک سری اطلاعات عمومی. و زمانی که شما اطلاعات داشته باشی میتونی صحبت بکنی دیگه. اگر این مغز خالی باشه، چیزی توش نباشه که بخوای راجبش صحبت کنی، میخوای راجب چی با طرف صحبت بکنی؟ و پسرها واقعا لذت میبرن. من به شخص خودم خیلی دوست دارم، ترجیح میدم با یک دختری صحبت بکنم که وقتی باهاش صحبت میکنی اونم یه حرفی برای گفتن داشته باشه، تا یک دختر خیلی خیلی خوشگل و جذابی که باهاش صحبت میکنی تهش مثلا اینه که یه لبخند واسط بفرسته، یه مقدار باهات بگه بخنده، اما هیچ توانایی حرف زدن نداشته باشه و جذابیتی نداره برای من اون چت، جذابیتی نداره برای من اون دختر. ممکنه گفتم اون ظاهره یه مدت شما رو، اون مرد رو به شما متمایل بکنه، اما فقط یه مدته. و نکته بعدی که باید بهش توجه داشته باشید عزیزان این هستش که خب ما در زمینه کلام خودمون رو تونستیم تقویت بکنیم، تونستیم گفتگو بکنیم با طرف مقابلمون در رابطه با چیزهایی که پسر دوست دارن باشون صحبت بکنید. اگر یه پسری یه بحثی رو میندازه وسط، شما انقدر باید اطلاعات داشته باشید که بتونید باش گفتگو بکنید. پسرها از این خیلی خوششون میاد که یه دختر باهاشون گفتگو بکنه، تعامل داشته باشه، نه یه دختری که فقط خوشگله و هیچ حرف زدن بلد نیست. بعد از این مدت کسالت آور میشید شما، بعد از این مدت خسته کننده میشید. نباید بگید مردها خیانتکارن، مردها فلانن، مردها بیسارن. یه مقدار ذره بین رو بندازید رو خودتون
یه مقدار ما اینجا داریم واضح با هم دیگه صحبت میکنیم. اگر شما میخوای رشد بکنی باید از این جهت به خودت نگاه بکنی که من چه ایراداتی دارم و اونها رو برطرف بکنی. همیشه که مرده نباید بره خودش رو درست بکنه. خب و نکته بعدی، یکی دیگه از چیزهایی که اگر شما کلام خوبی هم داشته باشی و این مورد رو نداشته باشی، بسیار ضعیفی در تعامل با مردها. مردها از دخترهای سرحال، شاداب، خوشخنده بسیار خوششون میاد. حتی اگر اون دختر یک سطح معمولی از ظاهر رو داشته باشه، اما شاداب باشه، خوشخنده باشه، با شما بگه بخنده، با پسره بگه بخنده، با مرده بگه بخنده، این برای مردها بسیار جذابه. یه مقدار سعی بکنید از این فضای غم فاصله بگیرید، چیزی که من واقعا زیاد میبینم. یعنی دخترای دهه 80، دهه 75 به بعد، اینا که همه اصلا متاسفانه رفتن توی فضای غم و دارکی که فکر میکنن پسر خوششون میاد از این و بهشون جذب میشن. من استوریا رو که نگاه میکنم، دختره نوشته من خیلی بدبختم، من خیلی فلانم. خب تو چه انتظاری دارید؟ انتظار دارید کسی ترحم بکنه به حال تو، بگه که خب چون بدبختی بذار باهاش صحبت بکنم؟ نه عزیز من، یه مرد سطح بالا هیچ وقت نمیاد با تو هم کلام بشه. یه پسر بدبخت، یه پسر ضعیف میاد بهت پیام بده، باهات صحبت بکنه. اما یه مردی که برای خودش زمان گذاشته، انرژی گذاشته، اصلا حاضر نیست زمانش رو تلف کسی بکنه که ببینه غمه، پر بدبختیه، پر درده. پس دردهای خودتون رو نرید تو فضای مجازی، نرید در فضای واقعی به رخ دیگران بکشید. با یکی صحبت میکردم، آقا ما هر دفعه با این هم کلام میشدیم میگفت آره فلان روز این بدبختی رو تحمل کردم، فلان روز این بلا سرم اومد. گفتم بابا تو چقدر غمی. بعد این مدت ارتباطمو باش کلا قطع کردم، کات کردم، چون هیچ جذابیتی نداشت این شخص برای من. و به این نکات توجه داشته باشید، روی تغییر و بهبود خودتون سرمایه گذاری بکنید اگر میخواید روابط خوبی داشته باشید. فقط و فقط به این نگاه نکن که عذرا خانم رفته مثلا لباشو انقدر ژل زده، دماغشو عمل کرده، فلان کرده. اون عذرا خانم گفتم بهت یه مدت مرده رو به دست میاره، اما بعد از این مدت طرف ازش سرد میشه اگر روی ویژگی های دیگه‌اش کار نکرده باشه، اگر روی جذابیت های دیگه‌اش کار نکرده باشه. البته جذابیت برای مردها فقط شامل همین موارد محدود نمیشه، چیزهای دیگه ای رو هم شامل میشه که در ویدیوهای آینده حتما به بررسیشون خواهیم پرداخت. پس کانال رو دنبال بکن، نظرت رو برام تو کامنت ها بنویس، سانسور نمیشه، محترمانه البته اگر نوشته باشی. جذاب و جسور باشید.